حتما توی اخبار دیدید که به خاطر تغییرات گمرک آمریکا با تقریبا تمام کشورهای دنیا، بورس‌های دنیا خیلی به هم ریختن. من شخصا هم از طرف بیمه توی بورس سرمایه‌گذاری می‌کنم، هم مستقیم توی بورس سرمایه‌گذاری می‌کنم. هم برای خودم، هم برای خیلی از دوستان خودم و هم برای اعضای خانواده خودم. خیلی از انسان‌ها، خیلی از مشتریای من و کلاً خیلی از شهروندان آلمان تو این زمان خیلی نگران هستن که سهام‌هاشون، سرمایه‌گذاری‌هاشون توی بورس داره میره پایین. من شخصا خیلی خوشحال هستم. دلیلش اینه که من سرمایه‌گذاری رو توی بورس همیشه با یک شپار پلان انجام میدم. از طریق بیمه‌ای که به عنوان بیمه عمر و بازنشستگی توی بورس سرمایه‌گذاری کردم، این سیستم بیمه اتوماتیکوار این کارو انجام میده. حالا شپار پلان یا هدفی که سرمایه‌گذاری از این طریق ایجاد میکنه، کاست اوریج افکت. این یعنی چی؟ این یعنی که من یک مبلغ خاصی رو در زمانهای خاص در بورس سرمایه‌گذاری میکنم. مثلا 100 یورو هر ماه. و سیستم سرمایه‌گذاری من توی بورس اینطور هست. بیمه هام که پول مشتری رو میگیرن و توی بورس سرمایه گذاری میکنن از این روش استفاده میکنن. حسن این روش اینه که من با 100 یورو همیشه 100 یورو و همیشه یک بار در ماه توی بورس اون قسمت اون سبدی رو که در نظر گرفتم خرید میکنم. در حال حاضر و دلیل خوشحالی من اینه که من این سبد رو ارزان‌تر میتونم بخرم. من با 100 یورو بیشتر تیکه از اون سبد میخرم. چرا؟ چون این سبد در حال حاضر کاهش پیدا کرده. ولی بلند مدت بورس فقط یک مسیر رو میشناسه و این مسیر به بالاست. اینو تاریخ بورس از موقعی که بورس وجود داره ثابت کرده. تمام این صحبت من وصل به سرمایه گذاری و توی سرمایه گذاری یک نکته خیلی مهم هست و این دید بلند مدته. اگه بلند مدت سرمایه گذاری کنیم، کسایی که پیش من بیمه عمر دارن، بیمه بازنشستگی دارن، تمام این بیمه ها توی اقتصاد سرمایه گذاری میکنن، توی سبدهای مختلفی که توی بورس خرید و فروش میشه. دید اگه بلند مدت باشه، این کاهشی که ما در حال حاضر میبینیم باعث خوشحالی ما میشه. همچین اتفاقاتی رو ما در زمان کرونا داشتیم که در زمان کرونا کاهش بورس خیلی خیلی بیشتر بود. طرفای 30-40% بورس‌ها تکون خوردن. همچین تکونی ما فعلا در حال حاضر در بورس‌های دنیا نداریم. ولی اشخاصی که تو اون زمان کرونا آرامش خودشون رو حفظ کردن، با منطق تصمیمشون رو گرفتن و توی بورس ادامه دادن، بی‌نهایت برنده شدن. بنابراین اشخاصی که توی بورس سرمایه‌گذاری می‌کنن با دید بلند مدت، حالا چه توی بیمه یا چه مستقیم خودشون، از این جریانی که از این اتفاقاتی که ما این روزها شاهدش هستیم، حقیقتاً به عنوان سرمایه‌گذار باید لذت ببرن. امیدوارم این توضیحات بهتون کمک کرده باشه. به دوستان خودتون بگین. اگر هنوز جزو این سرمایه‌گذاران نیستید، با من تماس بگیرید. با کمال میل بهتون کمک می‌کنم که بتونید برای آینده خودتون یا برای آینده فرزندانتون در بورس سرمایه‌گذاری کنید. بزرگترین رشد سرمایه رو ما همیشه توی بورس داریم. بزرگترین سرمایه‌گذارهای دنیا که ایلان ماسک یکیش هست، رشد سرمایه‌شو توی بورس ایجاد کرد. بنابراین بهترین سرمایه‌گذاری با دید بلند مدت فقط توی سبدهای معتبر توی بورس‌های بین‌المللی هست. در این زمینه من با کمال میل، با تخصص و تجربه در خدمتتون هستم.